گروه کاری تشکیلات جمعیتی مرکزی امکانیت بهره رشد این نوبت با ساکنان جماعت دهات زرزمین ناحیه باباجان غفوروف ملاقات نمود. ملاقات مذکور در تالار مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 55 صورت گرفت. در آن خوانندگان و ساکنان جماعت دهات زرزمین اشتراک کردند. مهمانان و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفوروف اشتراک نموده اید به بنیاد عائله سالم، پیشگیری زوراوری و نمودهای آن ابراز عقیده کردند. رئیس شورای مشورتی اتحادیه‌های جمعیتی ولایت سوخت شجاعت حسنова میگوید بلند برداشتن دانش حقوقی و معرفت زنان و دختران برای پیشرفت و رشد تاجیکستان تاثیرگذار است. واقعا هم امروز سیاست دولت تاجیکستان در رویه بلند برداشتن نقش و مقام زن در جامعه که از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 3 دکبر سال 1999 آغاز میگیرد و تا این دم برنامه‌های دولتی، استراتژی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیدند و هر قدر عملی نمودن آن در بین اهالی، اطلاع دادن عاید این قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در این مسائل و همچنین بلند برداشتن مقام و موقع آنها در پیشرفت مملکت، در باز هم بهتر شدن زندگی مردم تاجیکستان به هدفهای عالی سروری دولت رسیدن زمینه گذار می باشد و من باوری دارم که هر یک واخوری ما، ملاقات ما، گفتگوزار ما با اهالی و شنیدن پیشنهادهای آنها، درخواستهای آنها به منفعت کار خواهد بود. تشکیلات جمعیتی ابتدا با تشکیلات جمعیتی میر از سنه 15 فوریه سال 2023 تا سنه 31 آگوست سال 2023 بهره وسیع نمودن حقوق و امکانیت‌های زنان و دختران و برای بلند برداشتن معلومات نوکی چاره‌بینی مشورتی را در دو ناحیه ولایت سوخت براه مانده است. هیچ کس را در کنار نمیمانیم. این موضوع اساسی چاره‌بینی مشورتی می باشد و برای عملی گردانی برابری گندری و پیشگیری زوراوری در عائله و منع تبعیض روانه شده است. درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و یک قطار سندهای معیاری حقوقی مربوط به سمت زنان از قبیل استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان، برنامه دولتی عاید به پیشگیری زوراوری در عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2014-2023، کنسپت رشد عائله و برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند می باشد. در چاره‌بینی مشورتی تشکیلات جمعیتی مرکزی امکانیت بهره رشد خوانندگان و ساکنان جماعت دهات زرزمین فعال بوده ابراز عقیده کردند. آنها عاید به برابری گندری، منع تبعیض و پیشگیری زوراوری در عائله معلومات مفصل پیدا کردند. از جانب کارمندان تشکیلات بازی‌ها تشکیل شده برای غالبان و فعالان تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد. در برابر شما را با دیپلم مکافات دانیدن، همین جوانابه، همین مسئله های آموزانیده، همین و سوال و جواب های گذرانیده، همین گونه آنها را به خودتان برید. ملاقات در موضوع هیچ کس را در کنار نمیمانیم صحبت آزاد گذرانیدن در موضوع پیشگیری زوراوری در عائله و برابری گندری خوانندگان و ساکنان جماعت زرزمین فکرشان را بیان نمودند. مقصد اساسی تشکیل چاره‌بینی مشورتی به تقویت همکاری و براه ماندن شریکی ثمره بخش بین ساختارهای دولتی و تشکیلات محلی جامعه شهروندی برای وسعت‌دهی حقوق و امکانیت‌های زنان و دختران توسط بلند برداشتن معلومات نوکی اهالی در دو ناحیه ولایت سوخت براه مانده شده است. گزارش منظور بختیارزاده و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.